سلام دل دبده دیلم دداوه دادیم من دبونم ددبده تو ددم دب بدنی سلام سلام من سعیدم از نرجس اون مأموریتی که بهت دادم از کی شروع میکنی؟ امشب که نه فردا. داریم فیلم میگیریم؟ آره. بفهم. سلام شب سوم پروژه فیلم برداری قضاوت به کارگردانی آقای ستوده عزیز. دیگه همینقدر دیگه اینقدر کات کنید. پس من شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. داری تصویر منو خوب؟ بله خیلی خوشگل. خیلی متشکرم از همه دوستان عزیز، هم از بچهای تصویر، بچهای صدا، بچهای نورپردازی، واقعا نامبروان هستن. خیلی ممنونم ازشون، از آقا ستار عزیز، خانم محترمشون نرجس عزیز، آقای مرتضای عزیز معروف موری و همه دوستان واقعا زحمت میکشن. امیر حسین، آقا رضایی که دندونش درد میکرد ولی با تمام انرژی که داشت پایدار سر کارمون، بازیگرای توانمند خودمون واقعا عالی نامبروان بودن. خیلی تشکر میکنیم از این تک تصویر خودمون که نرجس عزیز همیشه و همه جا دست به گوشی و دنبال سوژه های بهترین. انشالله آرزوی موفقیت، پیروزی و خوشبختی رو برای شما و ستار عزیز که برادر بزرگمونه. قربونت. خیلی متشکرم. قربونت. شب چندمه؟ سوم. شب سوم. انشالله که بهتون خوش گذشته باشه. بله عالی. عالی. لوکیشن نجاری رو داریم. ببینن فوزای سمت خودش آف کن. خدا نگهدار. چیکار کردیم؟ گردو برای تو آتیش با چوب. نه از اینا که فیلم نگیریم دیگه لطفا. گردو دزدیدی. نه گردو بهم داد. این آقای دلمی اینجا 3 2 1 درختشون اینجاست. نه دوست بهمون هدیه گردو پس. ما داریم چوب جمع میکنیم برای آتیش. بله. برای که آتیش حتی کنیم. کارگردانمونم دنبال چوب دارم میگردم. و گردو. چوب و گردو. و گردو. اصلا هم گردو. بگیرین درخت گردو رو. هم درخت گردو. اینم فتار جان کلن آبشه؟ بله کلن آبشه؟ دیدی جنس نورش جنس نور نازی امیر. بریم اون طرف ببینیم اون طرف چه خبره. من کلی مدن فتار یا پیام جای شما؟ نه چند سالی باشن امیر الان این سایدی که داری خیلی عالیه. همین ساید خیلی عالیه. جنگ دیوارا به شدت خوب در اومده. فکرتم در بیاره. فقط مشکل من الان این نامصب شاخ و برگ زیاده این سمته. جان اگه کمی از درصد این شاخ و برگ کم بشه واقعا عالی میشه.